رفقا سلام. برای بازدید این کارخانه را خیلی کنجکاوید و کارخانه پرورش حیوانات رو نگاه کنید. اینجا که چند تا نوشته برای کارکنان بازدیدا هستن که اومدن بازدید کنن. اینجایی که من نشون میدم واقعا زحمت کشیدم، اینو تو 2 ساعت کشید، 1 ساعت کشید که من اینو درست کنم. هر کسی نیست که اینو یه کارخانه پرورش حیوانات درست کنه. قبلا هم یک ساختمان درست کرده بودم، الان هم یک تو ذهنم برای پرورش حیوانات درست کردم. این پنجره که میبینید کوچیک و بزرگ هستن که میتونین تو داخل فضایمون رو روشن نگه داره که بتونین نگاه کنین. خب این قسمت هست که در وجود داره که میخوام کنجکاوم نگاه کنم. اینا دارن بازدید میکنن. اجازه بدید من برم داخل. به فضای بزرگی داره. این قسمتش از جا نگهبان نوشته که میخوای بلیط بگیری بری بازدید، که اولا که نباشه که تو کارخانه ها باید نگهبان باشی برای امنیت این کارخانه پرورش حیوانات. اینجا که گرفتن یونجا هست، حالا اینا برای گاف هاست. این قسمتش پیک نوشته یعنی خوک هستش که برای چقدر هم قشنگ، محیطش هم چراغ داره، همه چیز داره، آب هم داره اینجا که بتونن آب بخورن. 3 تا خوک داره. کاو یعنی گاو، این قسمتش هم 3 تا گاو داره ولی اونجا نذاشتن، اینجا باید میذاشتن که اینجا هم میذاره. حالا بعد اینا این بازی مایکروسافت یه چیزی اشتباه داره که پاس میشه بعد 24 ساعت، زحماتمون میره. خب بعد اینجا در داره، ولف نوشته، ولف یعنی گرگ. بعدش هم که اینجا چند تا گرگ های درنده داریم، وای چقدر هم داره نگاه میکنه بگم. قفس داره اینجا، حالا که خیلی هم جذابیت داره. خب چکن یعنی مرغ هستش. به چند تا هم تخم گذاشتن، باید اینا رو رسیدگی کنن. خب درب ورودی هم نداره ولی درب ورودی هم فکر کنم اون بالا باشه، بالای سقف باشه که یه دونه اونجا در گذاشته باشه. خب اینا نگاه میکنیم. به عجب قشنگی. خب میام الان قسمتش خیلی بزرگه، محیطش خیلی بزرگه. خب شف و رپارت. بعدش هم یعنی پلنگ و گوسفند رو چرا گذاشتم تو پشت؟ من کاش که اینجا یه کمی ردیف به ردیف میکردم، حالا گفتم گذاشتم تو عقب که تو دورم دیده بشه. این یه رفع اشغال دیگه هم داشته که گوسفند رو گذاشتیم پشت که بازدید نتونن خوب ببینن. کاش که ما حالا ردیف میذاشتیم که بهتر میشد. خب عجب پلنگای درنده دارم، اون داره میره رو میجوه، حالا میخواد بره بیرون. خب حالا من که دارم نگاه میکنم خیلی هم خوشم میاد، قشنگ تابلو گذاری، چراغ گذاری هم از اونجا ردیف گذاشتن. ببین فضای محیط رو نگاه میکنه خیلی بزرگه. حالا این کارخانه صاحب بیاد اینجا کار کنه، یه تو ایران مقسم 50-60 میلیون حقوق بگیر میشه. حالا اینجا کار کنی، آب بدی بهش، اونجا بدی بهش، نمیدونم همه چیزو تو گذاری ها جمع کنی بهتر. تو اینا که نگاه کنم اونا هم دارم بازی میکنن، کارکنان بازی کنندگان الان، ولی چاش اینجا که دونه هم زیاد میذاشتیم، خیلی تنوعاتش کمه، مثلا زامبی و این چیزا فلان. اینا هم انشالله هم در محیط خطرناک در خوب واگذار میشه. کاش که اینا هم میذاشتیم، ولی حالا اینجا خب پرورش حیوانات هست کم گذاشتیم اینجا، مثلا اسب و نمیدونم میمون اینا باید میشدن نداشتن. بعدش هم که اینجا باید خود برنامه یه میمون اسب اضافه میکرد. خب الان تو اینجا نگاه کردیم تمام شد. تو این دور نگاه کنیم ببینیم چقدر واقعا وسعت بزرگی داره این میدونه و خود ساختمان کارخانه. بله ببین واقعا زحمت ها. میای این قسمت نزدیک میام، پنجره هستش که چند لای پنجره داره. خب اینجا که پنجره داره که میتونیم ببینی، ولی اون ربطی نداره که چون که نتونن ببینن، خیلی بزرگه. این فقط پنجره رو گذاشتیم برای روشنایی که محیط روشن بشه. بله خیلی واقعا بزرگه، یعنی یک کارخانه پرورش حیوانات است، یعنی مرغداری هم میشه.
مرغداری پرورش مرغداری هم هستش. این یک بازدید پرورش کارخانه هستش. ممنون تا انتهای ویدیو نگاه کردید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. انشالله با تنوعات این مایکرافت رو با هم دیگه ببینیم. خسته نباشید.